احمد جان، من هر روز باشون صحبت میکنم. حالا تو هم کاری که من بهت گفتم بکن دیگه. راستی آقا رحمان به بابا سپرده بودی برای این خونه مستاجر بیاره. تو هم که رفتنی شدی. در دروازه شهر رو میشه بست، در دهن مردم رو نمیشه بست. خاله ما باید بریم آزمایشگاه، شما باید دوباره آزمایش بدید. دیگه تنها بمونم. تو تنها نیستی، پیشتم عزیزم. همش دروغ بود. شما تومور ندارید. جواب آزمایش رو فردا میدم. من روم نشد به مامانم بگم. عجله نکن مادر، بعداً بهش میگی. دکتر؟ مگه دکتر نمیاد خونتون؟ به مامانت گفتی؟ نه خاله، میترسم. مامان چرا نمیایم اینجا زندگی کنیم؟ خونه به این قشنگی، خاله به این خوبی. قربون خدا برم. گاهی پدر مادرها رو زود میفرسته، گاهی هم بچه ها رو. سلام آقا رحمان. سلام الهی خانم، خوبی دخترم؟ خوبم. مادر تشریف دارن؟ نه رفته بیرون. راستی مرزیه، وضعیت کارت چجوریه؟ خراب. چرا بر نمیگردی سر شغل قبلیت؟ کار تو آزمایشگاه رو میگم. مامان من دوست ندارم شما میری خونه غریبه ها کار میکنی. خاله نرگس که غریبه نیست. خاله نرگس رو نمیگم. مامان آقا رحمانم اومده بود. شما هم جای خواهر من هستین. ببین مرزی خانم، همونجور که من هوای شما رو دارم، شما هم باید هوای منو داشته باشید. در غیر این صورت اتفاقی میفته که اصلا خوشایند نیست. این لطف خداست که شامل همه میشه. منتها یکی مثل شما میفهمه تاج سرش میکنه، یکی نمیفهمه خاک سرش میکنه. بازم فشار رفته بالا؟ نه همینجوری رفته بودم ببینمش. اصلا میدونی چیه خاله جون؟ به نظر من هیچ چیزی به اندازه قصه خوردن حروم نیست، مگه نه؟ هیچ اتفاقی نمیفته. تا اون نخواد هیچی نمیشه. پس چرا بابام مرد؟ اگه ناراحت بشیم مشکلمون حل میشه؟ نه. ظاهرمون سر حال خاله جون، باطنمون کدره. چرا ناراحتی؟ یه خورده سرم درد میکنه. میگم زیاد به این آزمایش‌ها بها ندیدا. اینا زیاد رو اصول حرف نمیزنن. خب میگی چی کار کنم؟ روحیه‌شو ندارم لیلا. دیگه حالم از آزمایشگاه به هم میخوره. نه دخترم، الهه که کار بد نمیکنه، ولی الهه نیست که. شما که وضعیت رو میبینید، اوضاع خیلی خرابه. آقا مگه چقدر میشه پولش؟ شما بیاین من راضیتون میکنم. صبح میرن شب میرن. اگه میخوای بیارم خونه رو ببینم. دست درد نکنه، به بابا سلام برسون. صبر کن خبرتون.